جنت که رضای مادران است در زیر قدم مادران است. مادر کیست؟ مادر فرشته است. مادر شاید یگانه موجود است که بی طمع بی پاداش ما و شما را دوست می‌دارد. میگم مادر چه فتاده عجیبی است که از خود گذارد برای فرزند. مادر دل و جان و زندگی را با مهر کند فدای فرزند. امروز روز مادرای عزیز است، نازنین است. خواهرها مادرها همه شما را خوش‌آمدید میگم. برایتان خانه آباد روزگاری پر از فراغت تمنا دارم. میگم وقتی که طفل تولد میشود جانب مادرش میگه که مادر بهشت را برایت دادم، چرا زیر پایت گذاشتی؟ اگر روی دستم میبود ما تو خوشبخت بودیم. مادر میگوید که جگربند آنچه من بهشت را با آن خاطر به زمین گذاشتم تا تو را روی دستانم بگیرم، یعنی دستانم خالی شود تو را در آغوشم بگیرم. مادر همین گونه خودسوزی و خودافروزی دارد برای فرزندان و قدرشان برسید، احترامشان در زندگی به جای بیارید. برادرها خواهرها نازنین شاید شما فردا مادر بشید. زندگی عجیب است. ما برای همسرهامون، برای دوستداشتهامون این ناز کردن، قهر کردن، برای به خاطر او که از دلشان بیرون کنیم صدقه‌شان شدیم، بنده‌شان شدیم، نوازششان کردیم، ولی گاه از محبت مادرهامون فراموش کردیم. برای مادرهای ترس شامدن. توانم میزند در سینه خنجر، امان از روزگارانی ستمگر. نگهبانی تو باد الله اکبر، مسافر بچه تنهای مادر. نگهبانی تو باد الله اکبر، مسافر بچه تنهای مادر. مادر گریه نکن، گریه نکن بر رفتنی من، مسافری نصیب دیدنی من. مادر گریه نکن، گریه نکن، شکر خدا کن به تقدیر خدا دادتنی من. شب روز شد و خواب ندارد مادره، بر آمدنم لحظه شمارد مادره. از دست مسافرش سری غم زده را، بر بالینی تنهایی گذارد مادره. از دست مسافرش سری غم زده را، بر بالینی تنهایی گذارد مادره. مادر گریه نکن، گریه نکن بر رفتنی من، مسافری نصیب دیدنی من. مادر گریه نکن، گریه نکن، شکر خدا کن به تقدیر خدا دادتنی من. ای کاش به خوابی من درایی آچه
بالای سرم الله سرایی اوچه در حسرتی دیداری تو من زار شدمه سوخته جگرم تو در کجای آچه در حسرتی دیداری تو من زار شدم سوخته جگرم تو در کجای آچه مادر گریه نکن برفتنی من مسافری نصیبی دیدنی من مادر گریه نکن شکری خدا کن با تقدیری خدا دادتنی من مادر گریه نکن شکری خدا کن با تقدیری خدا دادتنی